آه آهنگ ودای رمضان می آید، بر فصل بهار و چمن خزان می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طاعات عباداتتان قبول. امید دارم در پناه خداوند متعال باشید. ما در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم. دهه خلاصی از آتش جهنم رو به خلاصی است و رمضان قرار است که رخت سفر ببندد و نوای آمد عید به گوش ما میرسد و ما اینجا هستیم تا برای بالاتر از 300 خانواده مستحق مواد غذایی رمضانی برشان توزیع بکنیم که البته این مواد ما شامل مواد ارتزاقی هم است و همچنان بر علاوه از او برشان مواد میوه خشک عید گرفتیم. میبینیم که روزگاری است که بازارها جمع و جوش داره، مردم در مصروف خرید عید هستند، اما اینجا فقرا هستند که بخیر از این مواد ما استفاده میکنن. میبینیم که همکارام آماده هستند، بخیر توزیع را شروع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ خوش آمدین. خوب هستین؟ صفا آوردین. حال احوالتان خوب است؟ بخیر هستین؟ الحمدلله. بسیار خوش آمدین. بخیر باشین. همکارا شما خوب هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول جا داره که من سپاسگزاری بکنم از تمام تیم خود و از تمام همکارا که در این مدت 1 ماه تلاش کردن، شب و روز به دنبال نیازمندا بودن و مستحق‌ترین پیدا کردن و تانستن که کمک‌ها و امانتی که خواهرها و برادرایی که برای ما روان کردن بر از وا بسپارن که الحمدلله امروز هم ما به تعداد 300 خانواده را اینجا جمع کردیم که همه از یا یتیما، فقرا، کسایی هستند که واقعا نیازمند است که ما یارا سروی کردیم و بعد از سروی و تشخیص بعد از او بر ازیا کارت داده شده و فرم داده شده و امروز آمدن که الحمدلله امروز میبینین که موادشان آماده است و موادشان تسلیم میشن و همچنان جا داره که سپاسگزاری بکنم از او در خواهرها و برادرایی که در داخل و خارج هستند. بالای ما اعتماد کردن، کمک‌های خود از طریق ما به نیازمندان رساندن و یک مسئولیت بزرگ را بالای شانه‌های ما گذاشتن که لله الحمد ما موفق به شدیم که امانتی از برادرها و خواهرها را برای مستحق‌ترین افراد برسانیم. خداوند کریم خیر و سعادت دنیا و آخرت برشان نصیب بگردانه، کسایی که کمک کردند و در حسناتشان بیفزایه. و تقاضای من از خواهش من از برادرها و خواهرایی که در بیرون و داخل هستند این است که نه تنها در رمضان همین قسمی که اخلاص کردین، محبت کردین، هموطنای خود فراموش نکردین، در غیر از رمضان هم وطندارای خود، مردم خود تنها نمانین. انشالله که خالی از اجر نیست و باز هم خداوند کریم خوشی‌های هر دو دنیا را براتان نصیب بگردانه. بسیار زیاد تشکر از شما. ما با نمایندگی از همکارا از تلاش‌های شما، زحمات شما بابت ایجاد چنین نهادی، بابت تعهدگذاری چنین نهادی تایی که چشم امید همه افغانستان باشه. ما در ماه مبارک رمضان از دور افتاده ترین ولسوالی ولایت بدخشان، نیمگان بدخشان آغاز کردیم تا به تخار و بغلان و بلخ باستان و سرانجام هرات و قندهار و بدون شک ای بدون تشویقا، بدون تلاش های شما که در رأس بنیاد هستین و بدون همکاری هموطنان ما امکان پذیر نبوده. سپاسگزار هستیم از شما. زنده باشیم. خداوند کریم باز هم برای شما هم خیر و سعادت نصیب بگردانه. برای کسایی که یک و یکتان زحمت کشیدین، تلاش کردین به خاطر خوشی و خوشبختی هموطنای خود و به خاطر رضای الله کار کردین، تلاش کردین، باز هم از همه شما سپاس میگم. شما را به الله میسپارم و تا اینکه موفق باشین. سلامت باشین. برنامه رو بخیر شروع بکنیم. زنده باشین. سلامت باشین. جا داره که ما سپاسگزاری کنیم از همه هموطنان عزیز و مهربان ما که در این برنامه بزرگ ما در ولایت کابل هم سهم گرفتن. امروز با تعداد 300 خانواده را مد نظر گرفتیم، برایشان مواد غذایی ترتیب دادیم که شامل آرد، برنج، روغن، مکرونی، بوره و همچنان میوه خشک برای عیدشان میشه. سپاسگزار هستیم از شما و چی بهتر از این که ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه صدقه، ماه همدلی و همدستی. شما امروز برای 300 خانواده چشم امید شدین. سپاسگزار از شما هستیم.
بسیار زیاد تشکری میکنیم از شما. امروز قسمی گفتیم برای 300 خانواده مواد غذایی ترتیب میدیم. ان شاء الله که تا لحظات بعد توزیع رو شروع میکنیم. رحمانی صاحب سلام علیکم یوسف. و علیکم السلام. بخیر باشین. دیگه همه چیز ان شاء الله آماده است. ان شاء الله که همه چیز آماده است. بخیر. بسیار عالی. تشکر. زنده باشین. تشکر میکنم. بخیر باشین. یوسف جا داره که ما هم در همچین یک مکانی در روزها و شبهای قدر یاد بکنیم از کسانی که همیشه همراه با ما همکار بودند و مخصوصا در ماه مبارک رمضان اینا همیشه هموطنانشان یاد کردند و از برکت کمک اونا و تلاشای همکارای ما این چهارمین دور توزیع مواد رمضانی و عیدی البته به سطح کابل از بر علاوه که ما شما در ولایت داشتیم و تمام ولایاتی را که شما پیشتر ذکر کردین بر علاوه از ولایت مشرقی را ما شما رفتیم براشون برنامه ها گرفتیم. خداوند متعال از ما راضی بوده باشه، از هموطنان ما راضی بوده باشه. جا داره که در این قسمتی از برنامه از اسامی کسانی که در این برنامه کمک مالی کردن، همراه با ما حمایت مالی کردن اسمی ببریم از ایشون تا اینکه بتانیم از این طریق قدردانی کرده باشیم از زحمات از اونا و خداوند تمام صدقات از اینا را به دربار خود قبول و منظور بگردانه. انشاءالله. بدون شک این صدقات شما به نیازمندترین افراد رسیده است و بفرمایید رحمانی صاحب. سلامت باشین. البته لیست کسانی که کمک کردن الحمدلله زیاد است. کوشش میکنیم فقط همو اسمشان، مکانشان و مقدار پولشان ذکر بکنیم. آقای ایوبی از استرالیا 7400 افغانی، مختار حیدری از امریکا 3479 افغانی، ذبیح الله اسلامی از بلژیم 53221 افغانی، البته 21288 افغانی از طرف عادله، 15966 افغانی از طرف ناهید اسلامی، 15966 افغانی از طرف بهزاد اسلامی بوده. منیجه اکبری از لندن 17431 افغانی، ناگفته نمانه که 4357 افغانیش پول فطر روزیشان بوده، مطابقیشان پول زکاتشان است که خداوند متعال قبول بکنن. اسدالله موسوی از اتریش 6800 افغانی، عید محمد بهرامی از ایران 3000 افغانی، شکور از جرمنی 14790 افغانی فطر روزیشان ارسال کردن. امید آشورزاده از لندن مبلغ 35000 افغانی، صدف حبیبی هلند 6750 افغانی، سمیر امریکا 6637 افغانی، مصطفی از جرمنی 8000 افغانی، البته از طرف سنا حسینی از شهر هامبورگ، عبدال نقشبندی از امریکا مبلغ 7080 افغانی، برادر ما ASAF از کانادا 8900 افغانی، خداوند متعال روح مادرشان شاد داشته باشم. برادر ما MRF از امریکا مبلغ 13820 افغانی، ایمل جلالزوی از فرانسه مبلغ 21215 افغانی، آرا حسنزاده از استرالیا مبلغ 13406 افغانی، البته 4400 از طرف بیبی حاجی خاله امید جان فطر روزشان از 840 افغانی از طرف امید و متابقی از مادر امید جان است. عنایت از کانادا مبلغ 11647 افغانی، انجیلا کارا از کانادا مبلغ 4200، حاجی ظاهر قیومی از استرالیا مبلغ 41800 افغانی، بیبی فرشته رسولی از بلژیم مبلغ 22952 افغانی پول زکاتشان است. محمد عظیم قریشی از جرمنی مبلغ 17220 افغانی، برادر ما اس امریکا البته 7040 افغانی روان کردن. رابعه صمیمی از امریکا مبلغ 34850 افغانی از طرف شکیب جان و هایده جان. ذبیح الله از جرمنی مبلغ 4000 افغانی، محمد مصطفی مصمم از امریکا مبلغ 13940 افغانی، نظام الدین نظری از امریکا مبلغ 6970 افغانی، یوسف جان از جرمنی مبلغ 11190 افغانی از طرف زینب جان و یوسف جان کوچک. خداوند متعال قبول بگردانند. طولانی نصیب شد. الهی آمین. حفیظ الله از کانادا مبلغ 5000 افغانی پول زکاتشون ارسال کردن. میرویس صافی از امریکا مبلغ 7040 افغانی، عبدالاحد جرمنی 7000 افغانی، بلال از جرمنی مبلغ 14370 افغانی، حسن محمدی از جرمنی مبلغ 17500 افغانی، مبلغ 7000 فطر روزشون هم متباقی فدیه روزه مادرشون است. مادرشون روزه گرفتن نمیتونست، خداوند شفا نصیب بکنه. عارفه ایماق از امریکا مبلغ 7100 افغانی، بشیر احمد چگزی از جرمنی مبلغ 81650 افغانی از طرف قیس جان چگزی، میوان جان چگزی و بشیر احمد چگزی. حاجی سلطان از کانادا مبلغ 14100 افغانی. خداوند متعال خدا حاجی صاحب صحتمند بگردانه، مریض هستند. ناجی از کانادا مبلغ 9400 افغانی، مبلغ 4700 پول زکات است و مبلغ 4700 پول صدقه است. خداوند متعال قبول بکنن. فرشته امیری از کانادا مبلغ 15530 افغانی، زهرا جمشیدی از نروژ مبلغ 9548 افغانی، خداوند متعال قبول بکنه. انور علی از استرالیا مبلغ 17100 افغانی، غفور عباسی از جرمنی مبلغ 7200 افغانی. خواهر ما با ارائه شماره 7022 از کانادا مبلغ 4600 افغانی فدیه روزشان ارسال کردند. فتح از سویدن مبلغ 37195 افغانی، باقر از هلند مبلغ 5280 افغانی،
سنا شهبازی از جرمنی مبلغ 14600 افغانی، لیدا حسینی از لندن مبلغ 22000 افغانی از طرف نوری آصفی، روح الله جان نوری، لیدا جان نوری و مژگان جان نوری پول فطر روزشان است. نیز خداوند قبول بکنه. نصیر احمد از ایران مبلغ 14160 افغانی، ظریفه از استرالیا مبلغ 13920 افغانی، گل آقا از ترکیه مبلغ 5000 افغانی، محیب الله از ترکیه مبلغ 30000 افغانی. البته از طرف بی زهرا خداوند متعال قبول بکنم. علی از روسیه مبلغ 7020 افغانی، آقای جواد از جرمنی مبلغ 3430 افغانی، خالد و مرزیه برکی از آمریکا مبلغ 14100 افغانی، عبدالظاهر احمدی از جرمنی مبلغ 10710 افغانی، شبانه جان از کانادا مبلغ 23500 افغانی، آجی صابر از سعودی مبلغ 50000 افغانی، فیاض از فرانسه مبلغ 7300 افغانی. تشکر از تمام خواهرها و برادرای ما. برادر ما توفیق ابراهیمی از جرمنی مبلغ 12000 افغانی، فامیل رحمت کاکر از آمریکا و زیا جمشیدی از جرمنی مبلغ 30000 افغانی از طرف فامیل رحمت کاکر از آمریکا و زیا جمشیدی از فرانکفورت جرمنی. حاجی حلیم شاد از دانمارک مبلغ 22800 افغانی، شریف از جرمنی مبلغ 36500 افغانی، روح الله امیری از لندن مبلغ 50000 افغانی، سمیر از بلژیم مبلغ 18620 افغانی، محمد عمر فقیری از لندن مبلغ 12500 افغانی، شهید بیغم از آمریکا مبلغ 28160 افغانی، بیبی حاجی از استرالیا مبلغ 8265 افغانی، سیمین مشرف از اتریش مبلغ 7220 افغانی، محمد مصطفی حاجب از استرالیا مبلغ 29449 افغانی، خواهر ما ملیحه از آمریکا مبلغ 21128 افغانی. پول زکاتشان است، الله به دربار خود قبول و منظور بگرداند. استاد رخسار از مالیزی مبلغ 10790 افغانی در 27 روز رمضان برنامه گرفته شده، گفته مبلغ 3700 افغانی مواد رمضانی از طرف خواهرمان اس ای از سوئیس. الهام از کانادا مبلغ 4750 افغانی فطره روزهشان است، الله به دربار خود قبول بگردانه. مرتضی از استرالیا مبلغ 8403 افغانی، سید کامران هاشمی از کانادا مبلغ 19000 افغانی، میلاد جان از کانادا مبلغ 4230 افغانی، اعظم ادریسی از جرمنی مبلغ 7350 افغانی، حکمت غزنوی از کانادا مبلغ 25314 افغانی فطره روزه. لیلا غفوری و صدقاتشان و همچنان از طرف گیتا جان غزنویوال، عین الله جان غزنویوال، سبزینه جان غزنویوال و حکمت الله جان غزنویوال است. خواهر ما که نخواستن نامشان گرفته شود از جرمنی مبلغ 7600 افغانی فطره روزهشان است، الله به دربار خود قبول بگردونه. و سرانجام آقایی که نخواستن اسمشان گرفته شود برادر ما آقای تی از لندن مبلغ 13050 افغانی فطره روزه مادرشان است، روزه گرفته نمیتوانند، الله متعال به دربار خود قبول و منظور بگردونه و مادرشان شفای عاجل نصیب کنه که مجموعی مبلغ میشه مبلغ 1258938 افغانی که امروز ما با تعداد 300 خانواده را برشان مواد غذایی ترتیب دیدیم در ماه مبارک رمضان و بدون شک که الله متعال صدقات و فدیه روزه شما را به دربار خود قبول و منظور بگردانه. بسیار زیاد تشکر از شما. بنیاد خیری امید حیات پل ارتباط میان شما و میان نیازمندترین افراد در دورافتاده ترین نقاط افغانستان است. ما برنامه ما در سایر ولایت در ماه مبارک رمضان نبود، اما ان شاء الله العزیز که در عید سعید فطر هم برنامه خود داشتیم، شما منتظر باشین و ان شاء الله که در بعدی ان شاء الله برنامه داشتیم. یعنی ما همیشه در کنار شما هستیم تا که شما دستان مهربان او پدران ما را او برادران ما را و دلهای خسته مادران ما را شاد بسازید. رحمانی صاحب میریم خیر بخیر که از روی لیست همو بزرگوارا و خانواده‌ای که مربوط لیست هستن بیان موادشون رو بگیرن. همتون عزیز و مهربانم، مواد تنظیم کردیم از روی لیستی که قبلا همکارای ما سروی کرده بودن، هر فرد موادش تسلیم شده. کاکایم سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال داری؟ بیشی صحت خوب است؟ صحتمند هستی؟ چی یک رقم دچول بودی کاکا؟ دچول نبودم، گلندرد هستم. الله خدا شفا بده. خدا شفا بده. تبدیل یا با هوا ساده میگو در این فصل ها گلوندر دونیم به قول ما شما مرضای قومی زیاد شد. بله خدا شما را خیر بده. زنده باشی کاکایم. سلامت باشی.
کل دنیا اکثر خداوند جان جور الهی. اولادتان بانه الهی. شما را زنده داشته باشید الهی. با کمک خدا از که شما کمک کنید. الهی آمین. سلامت باشی کاکایم، خداوند خودت هم جان و جور تن سعد نصیب کنه. کل مسلمان سلامت باشی، روشنایی ماستیم، الگوی ماستیم. چطور کاکا مواد یک چند روزه میشه انشالله براتون؟ خداوند دیگه کمک کنه که ما چوچه دار هستیم. خب دیگه 10 روز 15 روز میارد ما میشه. اگه بالا نمیشه. دو نفر چه کار بار میکنی؟ کراچیوان هستیم. خب دست فروشی سره. بچه ها کجاست پدر؟ بچه ها ما هسته خورد ریزه هسته با. خودت تنها کار میکنی؟ باز چیزی میشه روزانه؟ خدا مهربان است میگه بیشتر. یک کراچی داره میگه تا بالا میکنه شما خدا ما به هر حالتش شکرگزار هستیم. این که جان جور تن سعد داری و توانایی کار داری، خودش همه چیز است. برگ سبز توفیه درویش برادر و خواهرای ما براتون را هر کسی ارسال کار کردن در کرده. ماه رمضان. در دنیا و آخرت خدا الهی کش آمین. کمک کنه خداوند الهی سرکرا آمین. گیریم دنیا و آخرت داشته باشه زنده باشی سلامت باشی. الهی آمین. السلام. رفتیم الان نگهدار. بخیر باشی، بخیر باشی. سلام علیکم. کاکا جان خود نخیر جال داری، خوب هستی؟ بفرما جال داری. بخیر است ان شاء الله. گرفتیم مواد اکتا. زنده باشید. ها؟ بخیر باشید. سلامت باشی. خیر ببینید خانه‌تون آباد این وقت رمضان دی بیکاری. سلامت باشی. نزدیک اید از برید یگان چیز گرفته بودی یا نه؟ نه نگرفته نمی کلان کمک شد برای ما. خدا را شکر. این ما برای شما کمک شوا برای ما. سلامت باشی. غیر از اینکه مواد ارتزاقی گرفتیم، آرد و روغن و برنج، براتون میوه خوش بر عید هم گرفتیم. بخیر ان شاء الله یک عید خوب و خوش داشته باشی. سلامت باشی و ناگفته نمونه که هموطنان ما شما را فراموش نکردن. خدا مهربان است. آینده بازم شما را اولتان میگیریم. دیگه کسایی که کمک کردن خداوند خیرشان بده. براشون کمک کنه. الهی آمین. سلامت باشی. ان شاء الله بخیر استفاده کنید. بخیر باشی. الله نگهدارت. خداحافظ. خداحافظ. مادر عزیز ان شاء الله که موادتان گرفتین بخیر استفاده کنین. خداوند متعال کسانی که کمک کردن کمکشان قبول بکنه. ان شاء الله ما بتونیم که در آینده همچنان خبر شما را بگیریم. عید خوب و خوش داشته باشین. بخیر استفاده کنین. سلامت باشین. زنده باشین مادر. سلامت باشین. الهی آمین. پدرای عزیزم همچنان به شما ان شاء الله که بتونه یک چند روزی را براتون اکتفا کنه. توکل به خدا ان شاء الله باز با همکاری برادرها و خواهرای ما اولتون میگیریم ان شاء الله. زنده باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. میتونید برید استفاده کنید. میتونید بخیر. ببرید. سلامت باشین.